سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. من ماهام PS هستم. بچه ها، من میدونم که برای شما مشکل پیش اومده که نمیتونی آنلاین بازی کنی یا اصلا پاسکاری زیاد بازیکنای تو آفلاین نمیتونید قشنگ بازی کنی، اعصابتون خورد میشه، فشاری میشید. امروز اومدم یه DNS پیدا کردم، آوردم براتون که راحت آنلاین بازی کنید. شما انتظار نداشته باشید که کیفیت بازیتون رو گذاشته باشید رو هایت، بعدش بیاید حتما براتون بازیکن پیدا کنه بدون لگ تو آنلاین. نمیشه. من امروز اومدم این مشکل رو برات حل کنم. لینک این DNS هم توی کامنت ها گذاشتم. بچه لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از من میکنید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، این همون فیلترشکنی هست بهتون میگم، همون که بهتون گفتم. این شما وقتی که دانلودش کردید شیلدو میزد روشن میشه، بهش وارد ای فوتبال میشید. لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. بچه ها، شما این 5 تا آنتن داره. آنتن اول که یه دونه آنتن میشه، که مثلا برای شما اگه یه دونه آنتنه بدون این فیلتر شکن بیاره لگ داره، اما این فیلتر شکن یه دونه آنتنه هم پیدا کنه لگ نداره. بچه ها، اگه ویدیوی بیگ تایم مسی هم ندیدید، بیگ تایم مسی پارت 2 شو ندیدید، حتما اونم ببین. این منو اصلیه. وارد کویک مچ میشیم. حالا کویک مچ هم آنلاینه. حالا من میرم یه ایونت بازی کنیم. ایونت که من 2 تاشو رفتم بیزنش مونه. 2 تا اسکیله میده. شما با این VPN میتونید خیلی راحت بازیکن براتون پیدا کنید. این گزینه پایین این باید بشه تیچینگ کانکت استارت. الان که برای من 4 آنتنه پیدا کرد. یارو 2960 از این زیاد نخوریم. صلوات منطقی انصافا. گریزانی که این داره من ندارم. بعد اینجا هم سیفته همه کم داشت. بریم خدا کنی که ببری. خدا کنی که ببازی. بچه لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم کنید که حمایت خیلی بزرگی از من میکنید. اگه آموزش اینو میخواید که کیفیت بازیتون رو ببرید بالا، اون تو شورت ویدیو براتون میذارم. لایک کنید ویدیو رو بالا 5 تا ببرید که تا اینم براتون بذارم. یه قدم بکشید عقب. وای من داشتم یه قدم کشیدم عقب. ای بابا، اینترنت وای فای میکنم ضعیف نیستم. رونالدو وای میسی. چرا بی تربیت این بازی کنه فرانسه. رونالدو وای میسی.
بچه این پنجشنبه ممکنه که پک بیگ تایم رونالدو و نیمار با ترکیب رونالدو و مسی بیاد. دیروز که یه پک اومد، این پک کلیه چیه اونم اومده، اونم پک خوبیه، پک بدی نیست. اون نسبت به پکی که باید بیاد نه اونجوری نیست که رونالدو شاید بیاد، احتمالی رونالدو بیاد پکش. اینترنت ما خیلی ضعیف نیست. یه گل زد. ای خب مثلا برای یارو هم ضعیفه. یارو تازه اینجاست. برای یارو ضعیفه نه برای ما. برای اون ضعیف باشه برای ما هم نگرم می‌داره. خدا یه آنتنه بهتر از همین نیست. این از این شما نیست. گله! چه گلی میزنه؟ چه گلی میزنه کریستیانو رونالدو؟ ببینید گل زمین بده. بیارو مثل که یا داره تعویض میکنه یا رفت بیرون. خدا کنه بده بیرون. دوتا اسکلمونم بگیر. زمان چیکار داره؟ تعویضی انجام میدی. تعویضی انجام میدی. چیکاری هم نمیکنه آخه یارو. خوبیش اینه. نمیخواد بره بیرون. من جا آمایدم. همون دونده. اینجا بزنه یووی. حالا اینجا بزن یووی. این ویدیو پایان میرسه. اینجا بچه ما توی برنامه روبیکا کانال اکانت کالاف رایگان داریم. اگه کالاف بازی میکنید حتما به اون یه سری بزنید و لینک اون هم براتون کامنت ها میذارم. اگه دوست دارید کالاف هم بازی کنیم حتما تو کامنت ها بنویسید. میام کامنت ها رو میبینم. اگه تعدادش زیاد باشه میریم کالاف هم ویدیوهاشو میذاریم. بین همین ای فوتبال لیونی نوشه برامت یارو میورد بره بیرون ما ببریم. تعویضی هم انجام نداد آخه. با مامبابش کشتش. چون فقط نه بیرون رفته نه تعویضی انجام نداد. فقط همین یه دونه گزینه برام میمونه که پاسم نمیده. پاس بده. 3 2 1 بریم. یارو بازی نمی‌کنه. من در موقع برو بگیر دیگه. برو اومد.
چه افسایدی؟ حالا افساید دوباره الان نمیخواد بزنه. چه گیری کردیم ای بابا خدایا. نخوای دیدی گفتم برای اون لگ داشت برای ما لگ نداشت. ثانیه بزن ثانیه 5 4 3 2 1 عید نوروز مبارک. کریستیانو رونالدو سوپر برو دیگه. مانگان جان گل خوردی؟ تو گل نخور گل خورد. چه گل. این هم از آنلاین بازی کردن ما دوستان. یارو اصلا نیستش. ما دور زنی فعلا بودیم اینجا باش. حالا بریم بود اون باید کنگو. یارو اومد؟ نه مکانو. توپ رفت. بگیرش. ای بابا. 5 4 3 2 1 به بات هم دیگه انگار نمیتونی گل بزن. کریستیانو رونالدو بلد نیستی گل بزنی. خب بچه ها نه باتون این کیسته بابا نوست کوشی بابا نوست بیا تو. رافائل بیا تو. میگم رافائل فلیکس جوکنس بلان بیا تو. پپن بیا تو. دنیلیان بیا تو. دیگه چند بوده مونده هیچی نمونده. خب همه رو سرحال کردیم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آقا اصلا اینترنت نداره فرانسوی. حالا دو ساعت اینجا بایستیم. روبن دیاز.
شلس همش هم بالا دیگه. ای بابا 5 ثانیه باید همه جا وایسیم. نه یارو اومد دید 2 تا گل خورده. بده من کریستیانو رونالدو. ایتس هتریک میکنه آقا رونالدو. رونالدو هنوز جوونه. اینو به اون مسی فنا میگم. رونالدو هنوز جوونه. مسی فنا تو کامنت ها قلب آبی و رونالدو فنا تو کامنت ها قلب قرمز. من خودم هم قلب قرمز بذارم بچه. تو خودم رونالدو فنا. داداشم اینترنتش بگیر نگیره. من میام فعلا در روسه. برو الان 5 ثانیه. روبن دیاز تیم پرنده روبن دیاز نیاد. ای بابا برای ما هم داره میگیره. آقا من برای من اینترنت هم بگیره. من به خدا وایفم خیلی ضعیفه. نشد. ای بابا گل میشه. گل میشه. ماین نه یارو اومد. پروفسور میاد. اینترنت حالا ما داره بگی نگید میشه. یارو مسخره کردیم سرمون اومده. عثمان گیزمن شانس آورد. برای ما هم چند بگیر نگی شده. یارو مسخره کردیم سرمون اومد. میگم مسخره کنی سرت میاد. یعنی برای ما داره بگیر نگیر میشه. 3 تا گلمون هم ما میخوریم. بازی مساوی در میاد. آیا شما نمیگین؟ بابا میگنو بچه اگه درفت با تیم خودمونم ندیدید حتما اونم ببینید. اونم ویدیوی قشنگ. یا تو خدا الان گل نخوره. پوزیشن نوشتس سرنوشتی ما بهتر سرنوشتی توی این بازی گذاشت مونه. فقط آروم این دیگه مچ بازی تمام شد.
حالا 2 ساعت ما باید اینجا باشه. چی شد؟ خب پس اینترنتم ضعیف. خب بچه تا ویدیو بعدی خدا حافظ بچه، خدا حافظ.